به نام خدا. سلام، خوش اومدید به کانال اهل نجات. در این جلسات اخیر داشتیم بررسی میکردیم اعتبار کتاب بخاری و کتاب مسلم رو و در جلسه آخر موارد متعددی رو بیان کردیم که آقای بخاری با احادیث بازی کرده بود و اونها رو دستکاری کرده بود و برای اینکه اشکالاتی متوجهشون میشد اونها رو تغییر داده بود و در این جلسه هم برخی دیگر از این موارد رو بهش میپردازیم. نسبت به حدیث اول مطالب بسیار مهمی میخوام خدمتون عرض بکنم، لذا حتما این جلسه رو ببینید، مخصوصا این حدیث اول رو. اول میریم سراغ کتاب صحیح مسلم و حدیث رو در اونجا با هم ملاحظه میکنیم. این حدیث در صفحه 216 و حدیث شماره 368 وارد شده که این حدیث بسیار 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 مهم هست و به تنهایی کفایت میکنه برای اینکه اهل سنت غیر متعصب خلیفه دوم رو به کلی کنار بگذاره و در پی اون، چون مذهب اهل سنت بدون خلیفه دوم معنا نداره، کلاً مذهب اهل سنت رو کنار بگذاره. دلیلش چیه؟ خوب به این حدیث دقت بکنید که میگه ان رجلا اتی عمر، یک مردی اومد پیش عمر، فقال انی اجنبت فلم اجد ماء، من جنوب شدم و آب پیدا نکردم که غسل بکنم، چه کار بکنم؟ خب اینجا جواب چی هست؟ طبیعتاً عمر باید میگفتش که اگر آب پیدا نکردی تو باید تیمم بدل از غسل انجام بدی، کما این که مفاد دو تا از آیات قرآن و صریح آیات قرآن همین هست. در سوره مبارکه نساء آیه 43 تصریح میکنه که ان کنتم مرضا او علی سفر، اگر مریض بودید یا در سفر بودید، او جاء احد منکم من الغائط، یا برای قضای حاجت رفته بودید، او لامستم النساء، یا با زنان همبستر شده بودید، فلم تجدوا ماء، و آب پیدا نکردید، فتیمموا، اینجا باید به جای مواردی که وضو نیاز داره و به جای مواردی که غسل نیاز داره، مثل همین همبستری با نساء که در مورد آخر ذکر شد، شما باید تیمم انجام بدید. این صریح آیه قرآن هست. کما این که در سوره مائده آیه 6 میفرماید که و این کنتم جنبا فطهروا، اگر جنوب شدید باید طهارت حاصل بکنید، و بعد میگه و این کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط، اما اگر مریض بودید یا در سفر بودید یا عرضم به خدمتتون برای قضای حاجت رفته بودید، او لامستم النساء، یا با زنان همبستر شده بودید، فلم تجدوا ماء فتیمموا، و آب پیدا نکردید، اینجا باید تیمم انجام بدید تا طاهر بشید. این صریح آیات قرآن هست. اما عمر چی گفت؟ فقال لا تصلی، عمر اینجا گفت نماز نخون، اصلا نیاز نیست نماز بخونی چون آب پیدا نکردی. خب اونجا خدا رو شکر عمار وجود داشت. فقال عمار اما تذکر یا امیر المؤمنین از انا و انت فی سریه فاجنبنا، عمار گفت ای امیر مؤمنین، یادت نیست که من و تو در جنگ بودیم و جنوب شدیم؟ خوب دقت بکنید، لقبی که برای عمر به کار میبره معلوم میشه در زمان خلافت عمر بوده، یعنی آیات قرآن تماما نازل شده بوده، سالها از بیان احکام و آیات قرآنی که نازل شده گذشته بوده، خلیفه مسلمین بوده، ولی آیه قرآن رو بلد نبوده، حکم به این مبتلا بهی رو که در اون زمان بسیار 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 مبتلا به بوده. خب ببینید ما تا 100 سال 200 سال قبل این مسئله کاملا بین مردم مبتلا به بود، مردم آب به فراوانی در دسترسشون نبود، لذا خیلی از جاها بدون آب میموندن، چه برسه به 1400 سال پیش که واقعا کم بود آب بود، اون هم در عربستان و در اون بیابانهای بی آب و علف که مردم در زمینهای کشاورزی بودن، مردم در جنگ بودن، خیلی از جاها آب پیدا نمی کردن، جنوب می شدن و طبیعتا این حکم بسیار براشون مبتلا به بوده. و بهترین شاهدش خود همین حدیث هست که این شخصی که آب نداشته برای غسل کردن، وقتی میاد پیش عمر و عمار و این مطلب رو بیان میکنه،
حتی اونها هم آب نداشتن و الا که میگفتن خب ما آب داریم، بیا با این آب مثلا غسل کن. نه اینکه حکم آب نداشتن رو بیان براش بیان بکنن و عمر بگه لا تصلی، اصلا نماز نخون. بعد از گذر این همه سال عمر ابن خطاب آیه قرآن رو بلد نبوده، حکم شرعی رو بلد نبوده و از همه بدتر قضیه‌ای هست که الان خدمتتون عرض میکنم که عمار یادآوری میکنه که یادت نمیاد که من و تو در جنگ حضور داشتیم و جنوب شدیم، فلم نجد ماء، و خب طبیعتا آب پیدا نکردیم که غسل بکنیم برای نمازمون. فاما انت فلم تصلی، تو چیکار کردی؟ مثل همین الان که میگی به این شخص نماز نخون، همونجا هم نماز نخوندی. و اما انا فتمعکت فی التراب و صلیتو، ولی من چه کار کردم؟ من خودم رو خاکمال کردم، تو خاک غلتیدم و نماز خوندم. پیغمبر اکرم که از این قضیه ما با خبر شد چه فرمود؟ فرمود انما کان یکفیک ان تضرب بیدک الارض، فرمود که در این موارد کفایت میکنه که شما تیمم بکنید و بعد اومد کیفیت تیمم رو یاد داد. اینا رو یادت نمیاد؟ فقال عمر اتق الله یا عمار، عمر گفت بترس از خدای عمار. چرا بترسه؟ حالا برسیم به اون مطلب مهمی که میخواستم بگم. علاوه بر این که آیه قرآن رو تا زمان خلافتش بلد نبوده، علاوه بر این که حکم شرعی به این مبتلا بهی رو خلیفه مسلمین بعد از این همه سال بلد نبوده، مطلب مهمتر اینه که این قضیه مهم براشون اتفاق افتاده که طبیعتا هر کسی می بود باید این در خاطرش میمون و این حکم شرعی رو که در سالیان سال بهش ابتلا هم پیدا میکنه حتما باید در خاطرش میموند و بهش عمل میکرد. اما وقتی این شخص میاد ازش سوال میکنه میگه چی؟ میگه نماز نخون. چه معنایی داره؟ مگه میشه خلیفه مسلمین چنین حکمی بده؟ مگه میشه خلیفه مسلمین این قضیه رو فراموش کرده باشه و این حکم پیغمبر رو فراموش کرده باشه؟ و بدتر از همه وقتی عمار میاد بهش یادآوری میکنه، چرا عمار رو تهدید میکنه که اتق الله یا عمار، از خدا بترس. که بعد عمار میگه ان شئت لم احدث. عمار هم از این تهدید عمر خلاصه دست و پاشو جمع میکنه و میگه اگر میخوای دیگه من این حدیث رو نقل نمیکنم. بله، در یک حدیث دیگه تو همین کتاب داره که فقال عمر نولیک ما تولیت، من هم از این به بعد همینطور که تو خلاصه گفتی رفتار میکنم و این حکم رو اجرا میکنم. ولی خب تمام اشکالاتی که ما اینجا گفتیم به خلیفه دوم همش وارد هست و واقعا اینجا با دیدن این حدیث برای کسی که اهل تعصب نباشه باید این خلیفه رو بذاره کنار. مگه میشه کسی چنین شخصی رو خلیفه مسلمین بدونه، خلیفه خودش بدونه؟ خب حالا که این حدیث بیان شد و اشکالات به عمر ابن خطاب وارد شد، ببینیم آقای بخاری برای فرار از این مطالب چه دستکاری در این حدیث انجام داده. کتاب صحیح بخاری در صفحه 65 حدیث 338. طبیعتا باز اینجا میبینید که سانسور رخ داده. جاء رجل الی عمر ابن الخطاب، یک مردی اومد پیش عمر ابن خطاب. خب خدا رو شکر اینجا الی فلان نیومده، اومد پیش عمر ابن خطاب. فقال انی اجنبت، من جنوب شدم، فلم اصب الماء، ما پیدا نکردم، چه کار کنم؟ فقال عمار ابن یاسر لعمر ابن خطاب اما تذکر انا کنا فی سفر. اینجا عمار اومد جواب داد به عمر ابن خطاب، گفتش که یادت نیست ما در سفر بودیم؟ عجب. اینجا جواب عمر ابن خطاب چی شد؟ این که به اون شخص گفت نماز نخون چی شد؟ پاک شد، حذف شد، اصلا میبینید در حدیث وجود نداره. میبینید که اون نکته منفی که برای عمر ابن خطاب بود رو اون جمله رو کلن حذف کرد و این میشه سانسور، این میشه خیانت در امانت. خب بذار بفهمن اهل سنت که بابا خلیفه دوم اونها احکام به این سادگی رو بلد نبوده، چرا سانسورش میکنی؟ و بعد میبینید که در ادامه حدیث دیگه اون اتق الله یا عمار و اینها هم دیگه کلن حذف میشه، چون اگر قرار باشه اونها وجود داشته باشه که حدیث به هم میریزه و اصلا معنا پیدا نمیکنه اون کلام عمر ابن خطاب.
و این حذف‌ها و این سانسورها است که عزیزان باعث شده این کتاب اینها بشه، کتاب آقای بخاری بشه بهترین کتاب، چون هر جایی که میخواسته اشکال بهشون وارد بشه رو این آقا اومده با خیانت تمام حذف کرده. بریم سراغ یکی دیگر از دستکاری‌های بخاری در احادیث. مورد پنجم، صحیح مسلم. اولین حدیث رو ببینیم در صفحه 736، حدیث 1405. راوی میگه ما در منزل جابر جمع شدیم، فسأله القوم عن اشیاء، در مورد امور مختلفی از جابر سوال شد. ثم ذکروا المتعه، در مورد متعه سوال شد که جابر گفت نعم استمتعنا علی عهد رسول الله و ابی بکر و عمر، ما متعه رو انجام میدادیم در زمان رسول خدا و در زمان ابی بکر و در زمان خلافت عمر. و در حدیث بعدی میگه که سمعت جابر ابن عبدالله یقول کنا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقیق. جابر ابن عبدالله میگه ما متعه انجام میدادیم به یک مشت از خرما و آرد، الایام، برای مدت چند روز. یعنی چی؟ یعنی صیغه موقت، متعه موقت نکاح. کی انجام میدادیم این رو؟ علی عهد رسول الله و ابی بکر، در زمان رسول خدا، در زمان خلافت ابی بکر، حتی نهی عنه عمر، تا زمانی که عمر دیگه اومد این رو نهی کرد. فی شأن عمرو ابن حریث، در قضیه عمرو ابن حریث. پس متعه یک چیزی بوده که متعه نکاح یک چیزی بوده که تا زمان خلافت خود عمر حلال بوده و عمر اومد این رو برداشت. محل شاهد ما اصل تشریع متعه بود که در زمان پیغمبر متعه رو حلال کرد. باز در یک جای دیگه از کتاب صحیح مسلم ببینیم حدیث دیگری رو در همین رابطه. کتاب صحیح مسلم در صفحه 735، حدیث 1404 میگه سمعت عبدالله یقول، میگه شنیدم از عبدالله که میگفت کنا نغزو مع رسول الله لیس لنا نساء، ما همراه با پیغمبر می جنگیدیم و همسری و زنی نداشتیم. فقلنا الا نستخسی، آیا نستخسی یعنی این که کاری با خودمون بکنیم که خلاصه ارضا بشیم. فنهانا عن ذلک، پیغمبر اکرم ما رو نهی کرد از این کار. ثم رخص لنا ان ننکح المرأة بالثوب الی اجل، بعد پیغمبر اکرم به ما ترخیص داد که نکاح انجام بدیم با زنان به مدت موقت، الی اجل. ثم قرأ عبدالله، بعد عبدالله این آیه رو تلاوت کرد که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تحرموا طیبات ما احل الله لکم، حرام نکنید اون طیباتی که خداوند برای شما حلال کرده. ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین، از حد خودتون تجاوز نکنید و احکام حلال خدا رو حرام نشمرید. پس میبینید که طبق این حدیث هم نکاح موقت توسط پیغمبر اکرم حلال شمرده شده. و همین حدیث در کتاب مسند احمد ابن حنبل در جلد 7 موجود هست با حاشیه آقای شعیب ارناؤوط در صفحه 93. این حدیث دقیقاً همون حدیث هست که میبینید که میگه ثم رخص لنا بعد فی ان نتزوج المرأة بالصبح الی اجل، پیغمبر اکرم به ما ترخیص داد و حلال کرد که تا به صورت موقت با زنان ازدواج بکنیم. حالا بریم سراغ کتاب صحیح بخاری. در صفحه 744 این حدیث اومده، حدیث 4615 که میگه این حدیث رو میاره از عبدالله که کنا نغزو مع النبی و لیس معنا نساء، ما با پیغمبر اکرم می جنگیدیم و همراهمون زنانی نبودن و ما گفتیم که آیا کاری بکنیم با خودمون که ارضا بشیم و فشار رومون نباشه. فنهانا عن ذلک، پیغمبر اکرم ما رو نهی کرد. فرخص لنا بعد ذلک ان نتزوج المرأة بالثوب، به ما پیغمبر اکرم ترخیص داد که ازدواج بکنیم با زنان، که اینجا می‌بینیم اون الی اجل کلا برداشته شد.
چرا اون الی اجل برداشته شد؟ آیا به خاطر اینکه عمر ابن خطاب اومده این کار رو حرام شمرده و در اینجا پیغمبر اکرم این کار رو، این ازدواج موقت رو حلال شمرده، آقای بخاری باید بیاد این الی اجل رو حذف بکنه؟ الی اجلی که شما دیدید در احادیث مختلف، در چند حدیث در کتاب صحیح مسلم و در کتاب مسند احمد ابن حنبل موجود بود، اینجا چه شد که برداشته شد؟ این رو دیگه باید از آقای بخاری پرسید. شما بیاید واقعیت رو بگید که آقا متعه رو پیغمبر اکرم حلال کرد، نهایت بیاید بگید بعدا نسخ شده یا هر توجیه دیگری رو بتراشید، اما چرا احادیث رو دستکاری میکنید؟ چرا راه خلاص رو دستکاری در احادیث میبینید و احادیث رو میاید باش بازی میکنید؟ و این خیلی خطرناکه و این باعث میشه که کتاب به صورت کلی از اعتبار ساقط بشه و هیچ اهل تحقیقی دیگه نتونه به این کتاب اعتماد بکنه. اما بریم سراغ حدیث ششم. این کتاب صحیح بخاری هست با همین چاپ در صفحه 622 حدیث 3849. خوب دقت کنید که آقای بخاری چه احادیثی رو در کتاب خودش آورده. ایشون از عمرو بن میمون نقل میکنه که رأیت فی الجاهلیه قردة اجتمع علیها قرده قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. ایشون میگه که من در زمان جاهلیت یک میمونی رو دیدم که میمونهای دیگه دورش جمع شده بودن و به خاطر اینکه اون میمون زنا انجام داده بود داشتن اون میمون رو سنگسار میکردن، که میگه من هم رفتم و با اونها این سنگسار رو انجام دادم. تو رو به خدا ببینید این صحیح ترین کتاب اهل سنت چه احادیث مزخرف و بیهوده و نه تنها بیهوده بلکه مضحک رو میاد بیان میکنه که اولا مگر حیوانات زنا دارن که بعد بگیم یک مثلا فرض کنید میمونی زنا انجام داده؟ مگر اونها احکام شرعی دارن؟ بعد مگر اونها حکم شرعی سنگسار دارن که بعد بیان سنگسار رو انجام بدن؟ خیلی این چه حدیثی هست که سر تا پا مضحک و مسخره و مزخرف هست و اصلا آدم تعجب میکنه از وجود چنین احادیثی در این کتاب. بعد شما ببینید که آقای بخاری این احادیث مزخرف رو میاد در کتابش بیان میکنه، اما حدیث ثقلین رو که نزد شیعه و سنی متواتر هست رو در کتاب خودش نیاورده. حدیث قدیر رو در کتاب خودش نیاورده. این همه کلام نورانی که از امام صادق علیه السلام بیان شده، احادیث نورانی که از امام صادق علیه السلام بیان شده و به اعتراف ابن تیمیه امام صادق از اساتید امامان اهل سنت محسوب میشن، یک دونه احادیث رو از امام صادق نیاورده، بعد این احادیث مزخرف رو در کتاب خودش آورده. اینه بهترین کتاب شما؟ و جالبه که اینجا شارحین کتاب بخاری به دست و پا افتادن که آخه این چه حدیثیه. خوب دقت کنید. این کتاب فتح الباری جناب ابن حجر عسقلانی هست در جلد 7. ایشون میاد نسبت به همین حدیث ببینید چی میگه. در صفحه 196 میگه وقد استنکر ابن عبدالبر قصه عمرو ابن میمون هذه و قال. میگه ابن عبدالبر اومده این داستان عمرو ابن میمون یعنی همین حدیث رو خلاصه خیلی بعید و غریب شمرده و اینطور گفته که فیها اضافت الزنا الی غیر مکلف. آخه چطور میشه که در این حدیث زنا اومده نسبت به یک غیر مکلف، نسبت به حیوانات نسبت داده شده؟ و اقامت الحد علی البهائم، بهائم یعنی چهارپایان، حیوانات اومدن خودشون رو حد زدن و مگر نسبت به حیوانات حد جاری میشه؟ و هذا منکرون عند اهل العلم. اینو هر اهل علمی میدونه که اصلا این حدیث دروغه و چنین چیزی اصلا معنا نداره. و در ادامه میگه و اقرب الحمیدی فی الجمع بین الصحیحین. میگه آقای حمیدی اومده برای اینکه درست بکنه دست به این کار زده که فزعم ان هذا الحدیث وقع فی بعض نسخ البخاری. این حدیث در تمام نسخ بخاری نیومده، فقط تو بعضی از نسخ بخاری اومده. فلعله من الاحادیث المغهمه فی کتاب البخاری.
پس شاید این حدیث از اون احادیثی است که در کتاب بخاری اضافه کردن دیگران و کار خود آقای بخاری نبوده، که خب این راه فرار خودش کار رو بدتر میکنه. اگر قرار باشه کتاب بخاری که الان در دست ما هست یک سری از احادیثش رو دیگران اومدن در کتاب بخاری وارد کردن، که اینجوری دیگه کلن اعتبار احادیث بخاری ساقط میشه. شما چه تضمینی وجود داره که هر حدیثی که ما دست میگذاریم روش از اون مواردی نباشه که دیگران اومدن اضافه کردن؟ و خلاصه این بنده خدا اومده ابروش رو درست کنه، چشمش رو هم کور کرده. و بهتر همین هست که عزیزان حقیقت رو بپذیرید که نه خود آقای بخاری و نه کتابش هیچ کدوم اعتبار خاصی ندارن، بلکه آقای بخاری در این کتاب احادیث مزخرف رو وارد کرده و در این کتاب دستکاری های زیاد در احادیث انجام داده و لذا هیچ اعتبار خاصی نسبت به این کتاب وجود نداره.